سلام به همه مطالعین عزیز، وقت همه شما بخیر. انشالله که همه شما جور و صحتمند باشید. به مجتمع فانتون آزاد افغانستان خوش آمدید. د افغانستان پرانست فانتون تخیر اغلاست. این باری دیگر در رابطه با بورسیه مکتب سولا به شما همکاری میکنم که چه قسم میتونید به این بورسیه آنلاین اپلیکیشن خود ارسال نمایید. مطالعین گرامی، این بورسیه که از بعضی معلومات و مشخصات انشالله همه به شما شریک شده بود. اینجا امو سایت مکتب سول هستند که میشه شما را چک کنید. لینک به شما شریک میشه و از یک قسمت باز به شما یک لینک ثبت نام مشخص گوگل فرم داره که شما از طریق این فرم میتونید که آنلاین ثبت نام نمایید. دغه اسکالرشپونه مشخص دی هغه خویندو لپاره اعلان شوي دي چې اوس فی الحال په 15 صنف کې وي یا تر 15 ټولګي پورې مکتب تکمیل کړی وي او یا هم تاسو شپږم ټولګي څخه فارغ شوي یاستئ او یا مثلا فعلا تاسو په اوسني جریان کې په شپږم ټولګي کې یاستئ، کولی شئ دغه اسکالرشپونو ته نوملیکنه ترسره کړئ په آنلاین بڼه سره. نور کوم شرایط داسې خاص سخت نه لري، فقط تاسو د اسنادو برخه کې تاسو به خپله تذکره یا پاسپورت ورته اپلوډ کوئ، همدا رقم ته ستاسو دغه والدینو پاسپورت یا تذکره چې دا لازمي ده، او همدا رقم ته د اوسني یا فعلي صنف ټولگی هغه اطلاعنامه چې هغه به تاسو لري. خب دوستا، میم در رابطه با ثبت نام از این قسمت اینجا هم بازی معلومات شریک شده. ببینید از طریق سایت هم به شما معلومات شریک شده. از این قسمت دوستا اینجا به ادمیشن کلیک میکنم، اپلای ناو به این گزینه کلیک میکنم. در قسمت مشخص یا گوگل فرم اضافه کرده که ما شما از این طریق پیش میریم آنلاین اپلیکیشن خود ارسال میکنم. اپلیکیشن که از با هر سه زبان است دوستا، یعنی شما میتونید که هم به انگلیسی، هم به دری و هم به پشتو شما آنلاین اپلیکیشن خود ارسال نمایید. این مشکل نیستن، لازمی نیستن که شما حتما به انگلیسی معلومات خود اضافه کنید، با هر سه زبان میتونید شما. و سن متقاضی که باشه کمتر از 18 سال باشه دوستا، یعنی اونا نمیتونن که فعلا از فارغ لیسته هستن و سنشان بیشتر از 18 سال باشه، شما باز نمیتونید که در این بورس اشتراک کنید. بعضی معلومات دیگه اینجا اضافه شده مشخص میم. این دوستا کلیک هیر تو فار آنلاین اپلیکیشن به این گزینه کلیک میکنم، از این قسمت اپلیکیشن شما استارت یا شروع میشود. دغه برخه نه تاسو ثبت نام شروع کیږي. کله مو چې په لینک باندې کلیک کړئ تاسو داسې یو بله صفحه خلاصیږي، البته یو ګوګل فارم تاسو ته خلاصیږي چې دلته تاسو کولی شئ هم په پښتو ژبه، هم په دری، فارسی، هم په انګلیسي ژبه سره خپل معلومات ورواستوئ. خب از این قسمت دوستا ایمیل ادرس خود اضافه میکنین اینجا و بعدا نامشان اضافه میکنین. نامتون چی با اساس پاسپورت یا تذکره باشه، متوجه باشین که هم مشخصات درست باشه. اینجا یک بخش متوجه باشین که کدام سوالات یا کدام بخش ها که اینجا ستاره داره اونا باز لازمی هستن، یعنی اپشنال نیستن. شما اینو باید اضافه کنید. درست دغه معلومات تاسو باید په درست ډول سره اضافه کړئ. بعضو سره بیا دا ستاره علامه نه وي، ستوري علامه چې کولی شي هغه اپشنل دي، یعنی هغه برخې بیا که چیرې تاسو ډکې هم نه کړئ مشکل نشته په آنلاین اپلیکیشن کې. در قسمت هم دوستا ما یک ایمیل ادرس اضافه میکنم. به طور مثال اینجا وقتی که ایمیل ادرس خود اضافه کردین، اما ایمیل ادرس که شما ثبت نام میکنین متوجه باشین که اشتباه نباشه. اینجا نام شما، البته نام مکمل شما در قسمت اضافه کنید. دلته ورته یو نوم اضافه کوم تخلص سره، ستاسو نوم به وي بیا به تخلص مکمل دغه برخه اضافه کوي. کولی شئ دا ورته پښتو یا فارسي ژبې سره هم ولیکئ، هغه مشکل نشته ده. بله برخه کې دلته یو بله پوښتنه داسې کړې ده که نه چې تاسو دغه فورمې په ډکولو کې، دغه ثبت نام په ترسره کولو کې آیا څوک تاسو سره مرسته کوي، کولی شئ د هغه نوم دلته ذکر کړئ. او که چیرې تاسو خپله ثبت نام کوئ، یعنی څوک تاسو سره مرسته نه کوي په آنلاین اپلیکیشن کې، کولی شئ دلته هیڅوک ولیکئ یا هیچ کس ولیکئ که نه، یا مثلا ولیکئ چې نو ون، تاسو خپله ثبت نام کوئ. از این قسمت اگر مثلا یکی از خانواده شما، برادر شما باشه و غیره، هر کس که باشه با شما اپلای میکنه، باز یک مشخص شما نوشته میکنین که برادر شماست یا هم پدر شما، والدین شما، هر کس که باشه اینجا باز مشخصات اضافه کنین دوستا. نو یعنی شما خودتان ثبت نام میکنین. باز در فارسی یا پشتو اینجا با شما تشریح داده شده. خب مثلا شما نوشته میکنین که هیچ کس، یعنی شما خودتان ثبت نام میکنین. متوجه باشین که این فرم بسیار با دقیق و درست فرمایید. خب اینجا دوستا شما اما تاریخ تولد خود اضافه میکنین، اینجا کلیک میکنین، باز مشخص در کدام سال که شما تولد شدین از روی پاسپورت یا تذکره ایره شما اضافه کنین. یک تاریخ هم به طور مثال ما اضافه میکنم. دلته ورته یو تاریخ مې دا ورته ورکړ، ستاسو د تولد از زیږیدنې نیټه دا ورته ورکوئ. دلته بیا ستاسو نه ایمیل ادرس غوښتې ده، یعنی هغه ایمیل ادرس چې هغه ستاسو فعال وي، د هغې برېښنالیک لرئ. بیا تاسو سره په آینده کې کله چې تاسو دغه سکالرشپونو ته سلیکټ کېږئ، انتخابېږئ، د انټرویو لپاره، د شارټلیسټ لپاره تاسو سره کانټکټ یا ارتباط نیسي. از این قسمت دوستا دوباره همون یک ایمیل ادرس فعال باشه که با شما باز آینده اگر به انترویو شارټلیسټ شوین، البته دعوت شوین، باز با شما ارتباط برقرار میشه. gmail.com داسې یو ایمیل ادرس ما ورته ورکړ.
خب در یک قسمت هم اپلیکیشن کانتکت نمبر، اینجا شماره تلفن خود اضافه کنید. اول کد افغانستان هم قسم بود یک شماره فعالتان در قسمت اضافه کنید. یعنی میشه شماره خودتان فعال باشه، همون که با کدام شماره شما واتساپ دارین یا تلگرام دارین هر چی که باشه، یا اگر شما خودتان شماره نداشته باشین باز از والدین شما در چی کسانی که در اعضای فامیل شما هستن اونا شمارهشان فعال هستن از واتساپ هر چی که باشه او را در قسمت شما اضافه کنین. اینجا براتون تشریح داده شده. و دیگه بخش که تاسو ژبه انتخابوي، یعنی اینجا به شما گفته که در آینده مثلا شما باز انتخاب میشین در این بورسیا با کدام زبان باید با شما ارتباط برقرار شود، فارسی باشه، دری، پشتو، انگلیسی، ادرس، هر چی که باشه ایره شما مشخص انتخاب کنید. یعنی زبان مادری شما که باشه و با اونا شما بهتر میدونین مشخص او انتخاب کنید. به طور مثال فارسی، دری. البته باز این مرحله هم که تکمیل شد، مرحله اول از دوستا چند بخشا بود مشخص ایره شما درست اضافه کنید. من به گزینه نکست کلیک میکنم که مرحله دوم بر ما شما باز میشود، صفحه دوم باز میشود. خب در قسمت اسم پدر شما خواسته ایره نوشته کنین. به طور مثال اینجا مشخص نام پدرتان مکمل همراه با تخلص اضافه کنین. خب متوجه باشین اگر اپلیکیشن از اول به زبان فارسی شما تکمیل میکنین باز همه موضوعات را به زبان فارسی اضافه کنین. اگر به پشتو باشه همین قسم به پشتو، این قسم نکنین که یک بخش به انگلیسی مثلا نوشته کنین و دیگه بخش به نام به فارسی. مشخص اونجا براتون واضح گفته شده که اول اپلیکیشن به کدام زبان شما ارسال میکنین، به فارسی، پشتو یا هم انگلیسی. از یک زبان که به کدام زبان شما بهتر میدونین از دو زبان شما استفاده کنین. اینجا نام مادرتان همین قسم چی که در پاسپورت یا تذکره باشه ایره اضافه کنین. درست است؟ بعد خلاص. خب در قسمت از شما سوال کرده که شما حتما خواهر و برادر دارین، اگر داشته باشین باز چند ساله هستن مشخص با سنشان در قسمت شما اضافه کنید دوستان. یعنی بغیر از شما چقدر خواهر و برادر دارین مشخص اینجا سنشان اضافه می شود. مثلا علی باز شما نوشته میکنین این قسمت 17 ساله هستن، باز یک کامه اضافه میکنین همین قسم سارا یک بازن ای 16 ساله هستن، همین قسم مسلسل ایراد هر چقدر که باشه با سنشان در قسمت شما اضافه میکنین. خب بعدن در قسمت شما سوال کرده که امو ولایت اصلی شما در افغانستان کدام ولایت هستن مشخص رو شما در قسمت اضافه کنید. به طور مثال ما هرات اضافه میکنم، یعنی استاسو اصلی استوگنزه کوم ولایت یا دغه برخی ورته اضافه کړئ. در قسمت هم سوال کرده که آیا شما کدام وقت افغانستان را ترک کرده باشین، در کدام کشور دیگر رفتین، باز وقت قبل از ترک نمودن در کدام ولایت افغانستان بودین میشه امو اصلی جای اصلی خود یک قسمت اضافه کنید. اگر جای نرفتین مشکل نیست، امو ولایت اصلی که شما زندگی میکردین او را در قسمت شما اضافه کنید. در قسمت هم باز سوال کرده که در تاریخ شما از افغانستان ترک کردین یا رفتین کشور دوم یا دیگه جای، تاریخش بنویسین. یعنی معمولا یک تاریخ یادتان نباشه، اگر باز کدام کشور نرفتین مشخص تاریخ امروز اضافه کنین. اینجا کلیک کنید دوستا، همون تاریخ امروز که مثلا 24 مارچ است به این تاریخ من اپلیکیشن ارسال میکنم هر چی تاریخ که باشه، یعنی 28 مارچ است و میرسید کلیک کنین همون تاریخ امروز اضافه میشه، سال و ماه اضافه میشه. در قسمت باز یک سوال کرده که چرا افغانستان را ترک نموده. یعنی سوالات دوستای عادی نیستن، ایره مشخص شما چی که اصلی یا حقیقت می داشته باشه او را شما اضافه کنید، به خاطر که به این بورسیه بسیار زیاد اپلیکیشن ها ارسال می شود و تعداد کم پذیرش داره. به خاطر به این سوالات بسیار دقیق باشید. اینجا باز گفته که چرا افغانستان را ترک کردین، باز گفته اگه مثلا نرفتین در کدام کشور دوم یا ترک نکردین مشخص همو ولایتتان را بنویسید، همو اصلی گو ایره میشه همو ولایت اصلی خود در قسمت اضافه کنید. خب اگر باز رفته باشین مشخص به مؤسسه اولی شما نام کشور اضافه میکنین، بعدن تاریخش اضافه میکنین و دلیل این قسمت باز دلیل برش اضافه کنین که چی ریزن یا دلیل شما دارین که با کدام دلیل شما افغانستان ترک کرده بودین، باز قسمت شما اضافه کنین معلومات. اگر نکرده باشین مشخص در قسمت گفته که ولایت خود اضافه کنین. اینجا بازم سوال کرده که با کدام اشخاص افغانستان شما را ترک کردین، مثلا با والدین شما، با اعضای فامیل شما، از یکی از اقارب شما، هر کس که باشه اینجا مشخص اضافه کنین. اگر ترک نکرده باشین مشخص شما نام ولایت اصلی را اضافه کنین که ما در جای نرفتیم. مثلا باز گفته در قسمت هم گفته که فعلا در کدام کشور و شهر شما زندگی میکنین، یعنی اوس په کوم هواد او ښار کې تاسو ژوند کوئ همغه اصلي ولایت تاسو اضافه کړئ، یعنی ولایت اصلی شما که شما زندگی میکنین در کدام، البته فعلی ببخشید که فعلا در کدام ولایت شما زندگی میکنین. اگر اصلی و فعلی شما یکی باشه مشخص نیست یک ولایت اضافه میشه. اگر اصلی مثلا هرات باشه فعلی کابل باشه مشخص در قسمت باز ولایت فعلی را اضافه کنین.
در خدمتتون گفتم مثلا که اینجا شما خب وارد کردین که فعلا شما در کابل زندگی میکنین. اینجا باز گفته اگر آدرس باشه، کسانی که باز مهاجرت کرده باشه دیگه کشور باشه، اونجا باز چند تا گزینه اضافه کرده که یا در کجا زندگی میکنین. شما در هتل زندگی میکنین، در کمپ مهاجرین هستن، یا هم در یک آپارتمان کرایی هستن، یا په یو کرایی کور کې تاسو اوسئ کې په هر برخه کې اوسئ کې مشخص تاسو ورته هغه برخه اضافه کړئ. که چیرې تاسو خپل کور وی کنه، یعنی از خانه خودتون باشه، باز آدرس انتخاب کنین، اینجا باز برشان اضافه کنین دوستان، نوشته کنین خب در آپارتمان کرایی زندگی میکنین، ایرا انتخاب میکنم به طور مثال. در قسمتتون سوال کرده که شما با همراه با کیها زندگی میکنید در خانواده شما. البته با پدر، مادر یا برادر، خواهرتان، هر کس که باشه، یا تعداد فامیلیتان که شما با اونا زندگی میکنید در قسمت اضافه کنید. میشه مشخص شما اینجا اضافه کنید که مثلا با والدین شما، با پدر و مادرشون، در اینجا باز معلومات اضافه کنید. خب این بخش هم که تکمیل شد. در اینجا باز سوال کرده چې دلته یو بل سوال کړی چې تاسو په کورنۍ کې هغه پرېکړه کوونکي یا تصمیم نیونکي څوک دي یا تصمیم گیرنده کی هستند در خانواده شما؟ معمولا پدر هر کس که باشه، مادرتون یا برادرتان، بزرگتان، هر کس که باشه، اینا باز مشخصات خودتون اینجا قسمت اضافه کنید. درست است؟ خب این معلوماتتون تکمیل شد. ما با گزینه نکست کلیک میکنم. مرحله سوم بر شما باز میشود. بازم براتون یادآوری میکنم که این معلومات به شکل درست اضافه کنید. وقت شما زیاد دارین، تقریبا تا 15 جون ثبت نام جریان داره. 2.5 ماه وقت شما دارین دوستان، متوجه باشید. در ما سوال کرده که در افغانستان همو درستان که یا خاتمه یافت یا آخرین روز درسیتان کدام بود در مکتب؟ مشخص همو تاریخ میشه شما اضافه کنین. این رو براتون به شما معلوم میشه. ما یک سال انتخاب میکنم، مثلا 2022 همین قسم یک ماه و روز انتخاب میکنم. یعنی همو قسمت که مکاتب بسته شد معمولا شما یک تاریخ اضافه کنین اینجا. خب اینجا با سوال کرده که همو وقت که درستون بسته شد، مکاتبتون بسته شد، در مکتب شما بودین، آخرین روز در کدام سن بودین که مکاتب یا درس شما بسته شد؟ اینجا سنف 5 تا سنف 8 ذکر کرده دوستا. معمولا این بورسیه به اونا اولویت داده میشه دوستا که کسانی فعلا در سنف 5 باشه یا هم سنف 5 را تکمیل کرده باشه، و همین قسم سنف 6 باشه یا سنف 6 را تکمیل کرده باشه، باز شما را انتخاب کنین. یکی از سنف شما را انتخاب کنین، باز میشه همین قسم پیش برین. اگر شما فعلا در سنف 2 یا 11 هستین هم میتونین اپلای کنین، مشکل نیستن. خب ولی فارغین سنف 12 فعلا فقط نمیتونن که اپلای کنن. باز میشه مثلا اگر سنف 2 باشه اینجا آدرس انتخاب کنین مشخص. درست است؟ اگر در این قسمت باز اضافه نشده بود. من سنف 6 را انتخاب میکنم. بازم در قسمت سوال کرده که اینجا شما اگر آدرس انتخاب کنین در این قسمت سنف شما شامل نبود، باز اینجا مشخص نوشته میکنین که من در این سن بودم وقتی که مکاتب بسته شد. به طور مثال آدرس گرید انتخاب میکنم و در این قسمت انتخاب میکنم که سنف 2 بودم. درست است؟ خب در این قسمت دوستا نام مکتب خود اضافه کنین. کدام لیسته که شما بودین؟ های سکول. بعدن در اینجا باز یک سوال کرده که فعلا شما در مکتب هستین، آیا تاسو اوس په ښوونځي کې یاستئ؟ بله هو، یعنی یس نه خیر. اما بله نه خیر شما انتخاب کنین. من نو انتخاب میکنم. اگر هستین مشکل نیست، در حالات جریان باشه یس انتخاب کنین، به خاطر که باز مکاتب بسته شد. من نو انتخاب میکنم. در این قسمت هم سوال کرده که فعلا شما مثلا اینجا یس انتخاب کردن که فعلا شما در مکتب هستین. در این قسمت نام مکتبتون چی است دوباره و تا سنف چند شما درس خواندین که مکاتب باز بسته شد، مشخص شما در قسمت اضافه میکنین. و امو فعلا که مثلا شما یا سنف 5 هستین هم میشه اضافه کنین. این قسمت دوباره نام مکتبتون اضافه میکنین و میگین که ما در سنف 5 بودم. درست است؟ این قسمت اینجا ما معلومات اضافه میکنیم که در این لیسته هستم و در سنف 5 فعلا. خب در قسمت سوال دیگر پرسان کرده که شما اطلاعنامه حتما دارین، همون نمراتتان از سنف فعلیتان یا از سنفی که شما فارغ شدین. در قسمت همه اسناد خود لیست کنین دوستا. میشه مثلا شما سنف 6 یا سنف 5 فارغ شدین، حتما یک اطلاعنامه خود دارین، با فالو اطلاعنامه یا تصدیقنامه براتون داده شده، یا میشه فعلا شما یک اطلاعنامه بگیرین، با این دسترسی دارین که شما فعلا یا تصدیق یا اطلاعنامه از مکتب خود بگیرین در کدام سن که شما مکتب خود تکمیل کرده باشین. باز اینجا همه اسنادتون لیست کنین. اگر تنها اطلاعنامه باشه مشکل نیست، هم یک اطلاعنامه در قسمت شما اضافه کنین. درست است؟ اگر تصدیقنامه باشه باز میشه تصدیقنامه هم در قسمت شما اضافه کنین. کامل میخوام شما لیست میکنین کدام اسناد باشه. خب متوجه باشین خب کدام اسناد که فعلا دارین. مثلا شما اطلاعنامه دارین، مشخص اطلاعنامه را اینجا اضافه کنین. بعد مرحله بعدی متنای اطلاعنامه آپلود میشود. اگر تصدیقنامه اضافه کنین، تصدیقنامه نباشه باز شما باید تصدیقنامه هم آپلود کنین. درست است؟ کدام اسناد که دارین مشخص امور در قسمت شما اضافه کنین. به طور مثال من اطلاعنامه دارم،
خب در قسمت مو کدام اسنادی که شما اینجا لیست کردین اینجا بازخواسته کی را شما آپلود کردین، درست است؟ کدام اسناد مکتب که با خود داری اینجا شما آپلود کنین. فایل البته ایرا کوشش کنین که به شکل پی دی اف باشه، بهتر است. اسکنش در قسمت شما آپلود میکنین. اگر به جی پی جی عکس باشه مشکل نیست، حداقل از 2 ام بی بیشتر نباشه. البته سایز حجم فایلتان و میتونید که شما همزمان دو تا فایل یا دو دانه سند در قسمت آپلود کنید، چی اطلاعنامه باشه، چی تصدیقنامه باشه و غیره، تحصیلنامه باشه، هر چی که باشه در قسمت شما میتونه از دوران جریان مکتب شما در قسمت آپلود کنید. اینجا براتون گفته شده، درست است؟ من اینجا کلیک میکنم، به طور مثال یک سند آپلود میکنم، اما اطلاعنامه را. خب وقتی که کلیک کردین دوستا در قسمت یا کامی اپلیکیشن لود میگیره، خب اینترنتتون باید سرعت داشته باشه. براوز کلیک میکنم، در قسمت هم اطلاعنامه را انتخاب میکنم، بعد اوفین یک اسناد هم اطلاعنامه که در قسمت مشخص آپلود میشود. ببینید دوستا اطلاعنامه آپلود شد. اگر شما باز دیگه اسناد دارین تصدیقنامه میشه آرت کلیک کنین، تا دو دانه فایل شما میتونید که همزمان گفتم آپلود کردن میتونید، درست است؟ و مشخص فکرتون باشه کدام اسناد اطلاعنامه هر چی که باشه، چی تذکره باشه، چی پاسپورت، اطلاعنامه، مشخص یک نام برایشان اضافه کنید. قسمت نباشه که نامش به انگلیسی باشه، مثلا اطلاعنامه است شما نوشته کنید که اطلاعنامه صنف 5 یا اطلاعنامه صنف 6، درست است؟ مشخص اگر یک قسم باشه بهتر است. بعدن میام اینجا گفته که فلید اپلود افلیکن تذکره، همون تذکره تون دوست آپلود کنین، منظور تذکره خودتون است. خب هر دو صفحه تذکره، هم انگلیسی هم فارسی که است، البته منظور تذکره الکترونیکی می باشد. اگر تذکره کاغذی هم باشه مشکل نیست، ثبت نام میشه، باز میشه تذکره کاغذی اینجا آپلود کنین. بهتر است اگر تذکره الکترونیکی باشه. اینجا باز گفته اگر کسانی مثلا تذکره نداشته باشه یک خط نوشته کنه و عکس آن را در قسمت شما ضمیمه کنین آپلود کنین. مثلا یگان تا مطالب باز تذکره یا پاسپورت نداشته باشه مشخص اونجا نوشته کنید که در کاغذ شما سفید نوشته میکنید که من پاسپورت یا تذکره ندارم، در آینده مثلا میخوایم که تذکره یا پاسپورت ما در جریان است یا چند روز بعد میاد، مشخص شما یک دلیل برشان نوشته کنید دوستا، درست است؟ اگر نداشته باشین اینجا براتون واضح گفته شده، مشخص شما در یک ورق سفید نوشته میکنید به قلم، موضوع ایره در قسمت ثبوتش اینجا آپلود کنید که من تذکره یا پاسپورت ندارم، یا میاد مثلا چند روز بعد میاد یا در حالات جریان است سرش کار روان است تذکره یا پاسپورت میگیرم، درست است؟ این در براتون واضح گفته شده. خب در قسمت میام امو تذکره را آپلود میکنم، البته براوز کلیک میکنم، بعدا تذکره این قسمت انتخاب میکنم، درست است؟ کلمه چی تذکره ورته آپلود کړه دی برخه کې بیا کولای شي د پلار تذکره ورته آپلود کړئ دی برخه کې تذکره پدر شما در قسمت باز آپلود میشه. اینجا دوستا یک موضوع دیگه، اگر شما هم تذکره دارین هم پاسپورت دارین باز هر دو را آپلود کنین، درست است؟ در قسمت باز پاسپورت هم در قسمت شما آپلود کنین. در اینجا میم تذکره پدر خدا آپلود میکنین، کلیک میکنم، هم اسنادتان اگر پی دی باشه بهتر است. تذکره پدر مشخص یک نام برشان شما اضافه میکنید که باز بنا مشخص شود. تذکره د پلار تذکره مو چې اپلود کړه اوس راځو د خپل مور تذکره ورته اپلود کوي. از قسمت تذکره مادر خود اپلود میکنین. در تذکره پدر و مادر هم اگر پاسپورت هم داشته باشه دوستان مشکل نیست، هم تذکرهش آپلود کنید در قسمت باز هم پاسپورتش، هر دو بهتر است اگر دو باشه. خب این بخش هم تکمیل شد، بخش اسناد بود دوستا که اول خو از شما اطلاعنامه خواسته بود کدام اسنادی که داریم، بعدا تذکره خودتان دوستا اینجا براتون گفته هر دو سفر در قسمت هم تذکره پدر شما و در قسمت چهارم هم تذکره مادر شما، درست است؟ همین قسم اگر تذکره پدر و مادرم شما ندارین باز میشه یک خط نوشته کنید که من تذکره پدر و مادر ندارم، باز همون خط در قسمت عکس در قسمت شما آپلود کنید، درست است؟ خب این بخش تکمیل شد. بخش سوم از دوستا به گزینه نکست کلیک میکنم که این بخش بسیار مهم است، گزینه چهارم. البته اینجا یک چند سوال شما پرسان کرده، یعنی بخش موتیویشن نامه یا انگیزه نامه است دوستا، موتیویشن لتر که براتون میگم. به خاطری که این بخش بسیار مهم است یک چند سوال شما پرسان کرده، این خودتون درست جواب کنین. قسمت یعنی در اپلیکیشن شما که قبول میشه یا ریجکت میشه این سوالات خیلی رول داره دوستا. خب براتون گفته شده تقریبا در سال 2025 2024 البته 3300 چند نفر به این بورسیه ثبت نام کرده بود از افغانستان. فقط 39 اپلیکیشن یا درخواستی پذیرش داشت که بعد از اینترویو، البته در 3300 چند نفر 500 چند نفر شارل شده بود، بعد از 500 چند نفر اینترویو گرفت دوستا که بعد از اینترویو فقط 39 نفر در مرحله نهایی کامیاب شد. یعنی این قسم اونا درست اپلیکیشن رو بررسی میکنن. متوجه باشین که چیزی ناغلط یا غیر منظم در این قسمت در بخش سوالات و در بخش اسناد در هم اپلیکیشن فرم شما معلومات نادرست شما اضافه نکنید، درست است؟ خب اینجا در بخش سوالات بعضی سوالات شما پرسان کرده، این قسمت با شما توضیح داده شده که این را جلب توجه کمیته بورسیه زیاد بررسی میکنه یا سریع زیاد تاکید میکنه که شما این سوالات به شکل درست جواب کنید. خب در مورد مکتب نسوان ملی صلح شما چطور آگاه شدین، یعنی از طریق چی شما خبر شدین؟ این میشه مشخص شما فیسبوک نوشته کنید، هر چی که باشه سوشال میدیا مشکل نیست.
شما از سایت خودشان اینجا رسمی سایت داره، بگوین که مثلا از ما از سایت رسمی شما خبر شدم از طریق این بورسیه، مشکل نیست. درست است. سوشال میدیا ما اضافه میکنم، یا دیدی خپل وب سایت چی کولای شي ولیکئ مثلا سولا وب سایت، سولا وب سایت. درست است. خب در قسمت باز سوال کرده که ایا شما در مکتب سولا قبلی کسی را میشناسید، یکی از دوستای یا قریب شما هستند یا خیر؟ بله، این خیر شما اضافه کنید. درست است. اینجا بادن سوال کرده آیا قبلا به مکتب سولا درخواست شما ارسال کرده بودین، یعنی سال گذشته شما به این بورسیه ثبت نام کرده بودین یا خیر؟ اینجا دوستا بله نخیر انتخاب میشه، مشکل نیستن. من ایران نو انتخاب میکنم. در اینجا باز سوال کرده که در قسمت اگر شما گزینه ادرس یا دیگر انتخاب کنین، باز اینجا مشخص شما برایشان اضافه میکنیم که ما 3 بار یا 4 بار به این بورسیه اپلیکیشن ثبت نام کردیم ولی متاسفانه که انتخاب نشدیم. درست است. اگر نباشه مشکل نیست، اما یس نو شما انتخاب کنید که ما درخواستی را ارسال نکردیم یا ثبت نام نکردیم قبلی. در اینجا ببینین امو کدام سوالات که لازم هستن اونا با قسمت ستاره داره، علامه ستاره. این که از اپشنال دوستا، این را اگر شما اضافه نکنین مشکل نیست. درست است. ولی این سوال اولی که است با به ترتیبی بازی لازمی هستن دوستا. خب اینجا براتون واضح شده. خب در اینجا از شما سوال کرده وقتی که شما سال گذشته یا پیشتر به این بورسیه شما ثبت نام کردین، از این زمان تا این وقت مثلا چی تغییرات شما آمده وقتی که یک اپلیکیشن جدید شما ارسال میکنین یا نوې اپلیکیشن تاسو مونږ ته رالیږي کنه، کوم تغییرات تاسو کې راغلي دي؟ آیا مخکې مو چې کوم معلومات هغه کړي وو اوسني آیا په دې کوم تغییرات راغلي دي کنه راغلي کنه؟ داسې مشخص تاسو ورته معلومات اضافه کوئ. خب اینجا با سوال کرده که چرا میخواین که در این مکتب شما به اشتراک کنید یا به دریس خود ادامه بدهید؟ مشخص یک دلیل برشان واضح تر اینجا اضافه کنید. این بسیار مهم است، این بخش خو متوجه باشین. ولی غواړئ چې په سوله ښوونځي یا سوله مکتب کې تاسو شامل شئ یا زده کړې وکړئ په آینده کې شما مشخص یک پلان دارین که من میخوایم با اساس این دلیل به این بورسیه اشتراک کنم یا در این مکتب ثبت نام کنم. فعلا مشکلات هستن و هر چی که باشه از لحاظ اقتصادی و غیره و میخواستم پلان آینده تان چی هستن و تا کدام سن که شما تکمیل کردین درستان او چقدر براتون مهم است. این مشخص هم موضوعات در قسمت شما حداقل 100 کلمه یا 1.5 کلمه هر چقدر که در قسمت جای میشه ایره شما در اینجا اضافه کنید با اون زبانی که شما بهتر میدونید. دوستان براتون گفتم چی دری باشه چی پشتو ایره در قسمت شما اضافه کنید. درست است. زرا ازم به طور مثال دست یا تکست ورته میگم چی اپلیکیشن مختلف چی خواه در قسمت دوستا باز یک سوال کرده. اینجا سوال کرده که در مورد این مکتب که در کشور ما گفتم که ما اونجا در کشور افریقا مرکزی و ایالات رواندا موقعیت داره، چی میدونی؟ یا معلومات دارین یا خیر؟ مشخص اینجا چند کلمه معلومات شما اضافه کنید. یعنی فی شما در این مکتب درباره این مکتب معلومات می داشته باشین یا خیر؟ خب اینجا بازم پرسان کرده اما بهترین کتابی که تا حالا شما مطالعه کردین و چرا شما او را مطالعه کردین یا علاقه‌مندیتون با این کتاب چی بودن؟ مشخص شما اسمت شما اضافه کنید. درست است. یا تا بر حال کدام کتابی که شما مطالعه میکنین و چی علاقه‌مندی دارین مشخص شما در قسمت اضافه کنید. در قسمت هم دوستا سوال کرده که کدام شخصی که الگوی شما می باشد و فعلا حیات هستن، یعنی از چی قرار اینجا مشخص چند کلمه معلومات شما اضافه کنید. یعنی هغه تاسو کوم ژوندۍ شخص غوړه بولئ په خپل ژوند کې تاسو کوم کس غوړه بولئ کنه د تاسو لپاره هغه آینده لپاره الګو یا تاسو ډیر هغه تاسو هغه لپاره احترام یا تحسین لري، تحسین کوي. په دې خاطر دا مشخص دلته ورته معلومات اضافه کړئ. لکه به طور مثال من اینجا از قسمت دوستا معلومات اضافه میکنم. خب نسبت به این سوال ما جواب اضافه میکنم. این مرتبط به شما باشه. یکی از مثلا کسانی که شما در او برای معلومات داشته باشین یا میخواین در آینده الگوی او شوید، باز مشخص شما این قسمت معلوماتش اضافه میکنید. با اساس پرسونالی یا شخصی مثلا این قسمت ما جواب اضافه کردم. یا یک کسی دیگه باشه که مثلا در آینده شما مثل او عمل کنین، در آینده مثلا شما وقتی که تحصیل میکنین در جامعه مثل او یک کارکردگی داشته باشین، مشخص او شخص در قسمت شما معلوماتش اضافه میکنید. درست است. خب معلومات در رابطه با اپلیکیشن تکمیل شد. فعلا مرحله ثبت نام تکمیل شد. همه معلومات و مشخصاتی که درست اضافه کردین مین به گزینه سابمیت کلیک کنید دوستا، اپلیکیشن شما ارسال می شود. درست است. این اپلیکیشن یکم غیر منظم بود. امیخسم بعدن اگر کدام سوال چیزی دارین در رابطه با اپلیکیشن دیگه همه موضوعات با شما شریک شده در کانال تلگرامی فانتونی آزاد افغانستان سوالات خود را بپرسین. دیگه کدام مشکل نیستن. ان شاء الله در آنلاین اپلیکیشن آسان هستن. شما مشخص کوشش کنید که این بخش سوالات را دقیق مطالعه کنید.
بعداً بر اساس نمو شما جواب ارائه کنید. درست است؟ و کدام اسنادی که از شما خواسته و کدام اپلیکیشن فرم که کدام سوالات از شما پرسان کرده. به خاطر که به این بورس بسیار زیاد تعداد درخواستی ارسال می شود، کوشش کنید که اپلیکیشنتان فرمتان متفاوت باشد تا باعث قبول شدنتان شود. نخی چاری بریالی اوسید.